به نام خداوند جان آفرین. آوردند که نوشیروان عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود. کباب براش درست کردن که نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. یعنی همون به قیمت خودش نمک رو بخر، نری چون از طرف شاه اومدی 10 سکه بدی برای یه ذره نمک. گفتند از این قدر چه خلل آید؟ گفتند از این ذره چه اتفاقی مگه ممکنه رخ بده؟ گفت بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است، هر که آمد بر اون مزیدی کرده، یعنی اونو اضافه کرده، زیاد کرده اون ظلم رو تا بدین غایت رسیده. اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. اگه پادشاه ظلم کنه غلامانش روزگار مردم رو سیاه میکنند. به 5 بیضه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش 1000 مرغ به سیخ. روز و روزگار بر شما شیرین.